یه بار یه جمله شنیدم که مثل تیر به قلبم خورد. ما 2 بار زندگی میکنیم. یک بار وقتی به دنیا میاییم و یک بار وقتی میفهمیم چرا. نمیدونم چرا، ولی وقتی اینو شنیدم یه لحظه خشکم زد. مثل لحظه‌ای که یه صدای آشنا رو وسط شلوغی بشنوی. نه که جوابم رو بهم بده، ولی یه جورایی سرنخی که لازم داشتم بهم داد. از اون لحظه به بعد فهمیدم که باید دنبال یه چیز مهمتر بگردم. قبلا فکر میکردم زندگی یعنی همین روزمرگی ها، درس، کار، آدم ها، دغدغه ها، تا اینکه یه روز نشستم با خودم فکر کردم اگه یه بار دیگه زندگی کنم همینو میخوام. و اونجا بود که فهمیدم من هنوز نمیدونم چرا دارم زندگی میکنم. فکر کنم اون جمله نمیخواد بهم یه جواب بده، فقط داره یه سوال واقعی رو یادم میاره. سوالی که خیلی وقت فراموشش کردم و انگار همین که جرأت کنم دوباره بپرسمش خودش میشه یه جور زندگی جدید. نمیدونم تو برای چی زندگی میکنی، شایدم هنوز ندونی، ولی اگه یه روز توی یه لحظه خاص احساس کردی یه چیزی توی دلت تکون خورد، شاید اون لحظه دومین زندگیت باشه که شروع شده.